خب سلام عرض می‌کنم خدمت شما عزیزان. خوشحالم که این افتخار رو دارم این 2 روز رو در خدمت شما عزیزان باشیم. خب در روزهای مبارکی هستیم. فردا عید پنتیکاست هست و ما در این 2 روز در مورد شخصیت روح القدس درس‌هایی خواهیم داشت. اینکه آموزه روح القدس چیه، روح القدس در تثلیث نقشش چیه، خیلی میشه در مورد روح القدس صحبت کرد، ولی من به طور مشخص بیشتر میخوام تاکید بکنم در مورد عملکرد روح القدس در زندگی روحانی ما چه نقشی داره و عملکرد روح القدس در کلیسا. این دو تا موضوع رو بررسی خواهیم کرد، عملکرد کلیسا، روح القدس در زندگی شخصی ما و عملکرد روح القدس در کلیسا. و بحث‌های ما بیشتر بحث‌های عملی است. بحث‌های عملی هست که حالت کاربردی داره. اجازه بدید من با یه شهادت شروع کنم تعلیم خودم رو. خب من خیلی سال پیش سال 2003 در کلیسای جهان ربانی ایران وقتی که خادم بودم، اون زمان مدیر آموزشگاه کدرندست بودم و ما یک درسی داشتیم اسم درس روح القدس بود و من باید 16 جلسه در مورد روح القدس صحبت می‌کردم. 16 تا 2 ساعت، یعنی 3 ساعت ببخشید. نزدیک 50 ساعت بعد صحبت می‌کردم. دانشجویان دوره لیسانس الهیات بودن از کلیسای جهان ربانی ایران. و جالبه که همون جلسه اول یکی از این دانشجویان عزیز که خداوند باش خیلی صحبت می‌کرد، روح نبوت برش بود، وسطای کلاس به من نزدیک شد، گفت که بعد از روح القدس یه پیغام به من داده، می‌خوام پیغام به شما بدم. من بفرمایید. گفت که روح القدس میگه که اون چرا که داری درس میدی، روح القدس میگه که من اینو می‌خوام عملاً تجربه بکنید. برام خیلی جالب بود. چقدر جالب. خب درس من در مورد روح القدس بود، ولی در مورد کسی بود که خودش اونجا حاضر بود. من در مورد کسی داشتم درس میدادم که خودش اونجا حاضر بود و پیغام روح القدس به ما این بود که اون چرا که دارید، اینجوری که تو داری تعلیم میدی، من میخوام اینو در کلاس نشون بدم، آشکار بکنم. برام خیلی سوال بود چه جوری، چی میخواد بشه. جلسه دوم که باز داشتم درس میدادم، یه خالی دیگه دوباره اومد جلو و گفت که برای روح القدس میگه کلاس رو تعطیل کنی، دعا کنی. مگه میشه؟ ببخشید من 50 ساعت بعد درس بدم تازه شروع کردم و احساس کردم شاید یه ذره احساساتی شدن عزیزان. گفتم حالا فعلا درسو گوش کنید، شاگرد تنبلید نمیخواید سر کلاس باشید، دارید بهانه در میارید. و ادامه دادم تا نزدیکای ساعت 1 اینا، کلاس چون تا ساعت 3 بعد ادامه پیدا کرد. احساس کردم که نمیتونم درس بدم، حالم خوب نیست، یعنی میخوام درس بدم، کلی هم داستان داشتم. روح القدس در عهد عتیق رو شروع کرده بودم، خودش 5 6 جلسه بود و احساس کردم که تمرکز ندارم، نمیتونم صحبت کنم، برآشفتم، نمیدونم چرا اینجوریم. و هی هم انگار یه چیزی به من میگفت که دعا کنید، دعا کنید. اون پیغامی که خر آورده بود احساس کردم که بعد اطاعت کنم. این صدا روح القدس بود، واقعا من نادیدش گرفته بودم. بعد دعا کنم. واسه کلاس رو تعطیل کردیم. گفتم عزیزان ما 2 ساعت دیگه مونده از این درس‌ها، ولی دعا کنیم. اجازه بدید دعا بکنیم. و شروع کردیم دعا کردن. از لحظه‌ای که دعا رو شروع کردیم، حضور روح القدس به شکل عجیبی بر همه اومد. بر خودم، بر دیگران. و خب من توضیحم قبلش بدم. من مدیر آموزشگاه کدرندست بودم، معلم کلام خدا بودم. کلامو مرتب درس میدادم. و خب عطایا روح القدس رو میشناختم و تعلیم میدادم. ولی خب تو زندگی من خیلی عطایا وجود نداشت. چرا؟ چون فکر کنم خب عطای من تعلیم دیگه، من معلم کلام خدا من عطای تعلیم و شبانم بودم. البته شبانم بودم، رشته روانشناسی هم خونده بودم، از روانشناسی هم استفاده می‌کردم توی خدمات شبانی و بیشتر میگفتم خب معلم و شبانم. ولی دیگه اونی که عطایا رو قبول دارم، خب اینا مال من نیست، اینا مال اوناییه که این عطا رو دارن. شروع کردم دعا کردم و وقتی حضور روح القدس آمد به شکل خیلی عجیب، خیلی مهیب، کلمه مهیب رو می‌خوام بگم، خیلی ملموس بود. من نزدیک شدم برای 2 3 نفر از این دانشجو شروع کردم دعا کردم. ولی چون دعا کردم دیدم که این یه ذره حالش عوض شد، شروع کرد گریه کردم. گفتم چی شده؟ گفت هر چی تو دل من بود شما تو دعا گفتید. گفتم چه جالب، پس این اسمش نبوت الان نیست که من انجام دادم، نمیدونستم. رفتم برای یکی دیگه دعا کردم. همینجوری فقط دعا می‌کردم. رعد و برق نشد، چه میدونم بدنم داغ نشد، خیلی عادی دعا می‌کردم. اون عزیزم دیدم یه دفعه اشک تو چشاش جمع شد. گفتم چی شد؟ گفت هیچ، هر چی تو دلم بود شما گفتید. و برای چند نفر این تکرار شد و جلسه بعد من تازه متوجه شدم که داستان چیه. روح القدس داره در واقع میگه این چیزایی که می‌خواید درس بدی، اینا رو حالا می‌خوام بین خودت و این دانشجویان الهیات می‌خوام اینا درس بدی که عطایا چیه دیگه. بذار من بهشون یاد بدم این عطایا چیه. بذار ببینن، بذار تجربه کنن. و جلسه بعد همینطور بچه‌ها نبوت می‌کردن، رویا می‌دیدن، آزادسازی داشتیم، شفای درون داشتیم و به مدت 1 2 سال در آموزشگاه الهیات ما بعد از اون یک بیداری اومد. یک بیداری تو زندگی خود من اومد. رابطه‌ام چقدر با خداوند نزدیک‌تر شد. روح القدس حرف می‌زد. خدمت آزادسازی رو من تجربه کردم. یه عزیز بود که کلیسا یه بار براش بعد خرید گفت که برای بدین خواهر حالش بده میشه براش دعا کنیم. دست گذاشتیم براش دعا کنیم، یه دفعه حالش بد شد به شدت و فهمیدیم تحت تاثیر ارواح شریر. براش چند دقیقه دعا کردیم آزاد شد. چه جالب، پس میشه دعا کنیم اونا که تحت تاثیر ارواح شریر آزاد بشن. در خودم اینو هیچ وقت من نمی‌دیدم. به من شما معلم کلام خدا. دیگران بیان کار بکنن. بعد از اون خدمت آزاد شدی شد یه بخش از خدمت من. این الانم این کارو انجام میدم. هر وقت روح القدس هدایت میکنه، هر وقت اشخاصی میان که تحت تاثیر ارواح شریر هستن، این خدمت انجام ندادم. اینطوری بهتون بگم در اون کلاس‌های روح القدس ما هر هفته یک سورپرایزی داشتیم. شفایی بود، نبوت، رویا، آزادسازی، شفای درون، همه اینها رو ما می‌دیدیم که داره انجام میشه و برای دانشجویان خیلی جالب بود. بعد دیگه ما یاد گرفته بودیم، یعنی کلاس بعد تا ساعت 3 بود، من تا ساعت 2 درس میدادم و میگفتم عزیزان بعد بقیه‌شون می‌خوایم دعا کنیم. دعای ما شروع میشد میرفت تا ساعت 5 6 7. نمیتونستیم مثلا بریم از سالن بیرون. من خودم باید خسته می‌شدم، گفتم عزیزان بس دیگه بریم خونه‌تون. اینا نمیرفتن.
خیلی عجیب بود. خب گاهی اوقات شما می‌خواید مردم رو تو دعا نگه دارید، میگید آقا اینا گذاشتن رفتن تشنگی برای دعا ندارن. اونقدر حضور روح القدس قوی بود که اینا اصلا خودشون نمی‌رفتن. یعنی من میگفتم بابا من میرم خونه فردا کار دارم، حالا شما لطفاً برید بعد این سالن رو تحویل بدید. روح القدس خودش اینجا الان حاضره که آنچه که در مورد خودش میگیم ثابت کنه، نشون بده. اون چیزی که میخوام با شما در میون بگذارم خودش میتونه اونو بر شما بیشتر آشکار بکنه. اونو در زندگیتون میتونید تجربه بکنید. پس اگر ما تشنه باشیم، آماده باشیم، اگر خودتون رو باز نگه دارید برای کار روح القدس، میتونید در این 2 روز کلی سورپرایز تجربه کنید. پس آماده سورپرایز روح القدس هستیم؟ آمین. من فکر میکنم خیلی روح القدس اینجا کار داره در این 2 روز. نه فقط در این 2 روز. بعد از این 2 روز چیزایی رو یاد میگیرید که بعد در هفته‌های آینده میتونه خیلی در زندگی شما تغییرات عمیق به وجود بیاره. در این روزها ما احتیاج داریم از آسمان یک پیغام داشته باشیم. احتیاج داریم از خدا پیغام داشته باشیم. و روح القدس میتونه برای ایران به ما پیغام بده. میتونه به کلیسای خودش روح القدس پیغام بده. الان کسی از شما بپرسه که خب فکر کنی ایران چی میشه؟ نمیدونیم. بله آزاد که حتما میشه، شکی نداره. ولی کی میشه، چطور میشه، با چه بهایی میشه نمیدونیم. خیلی سوالات داریم. ولی ما نیاز داریم به جای اینکه مرتب در این آشفتگی‌ها، اضطراب‌ها و این وضعیت باشیم، از خدا پیغام داشته باشیم، از روح القدس پیغام داشته باشیم. پس خودمون آماده کنیم برای پیغام گرفتن و نکته مهمتر ما عنوان فرزندان خدا، کلیسای خدا، وقتی مردم با ما حرف میزنن، از ایران عزیزان با ما زنگ میزنن مثلا. خب چی داریم بهشون بگیم؟ اونا آشفتن، گاهی ما ازشون آشفته تریم. اونا تحت فشارن، ما گاهی بیشتر تحت فشاریم. چی میشه؟ نمیدونم، خیلی نگرانیم. بله، میشه، ما باید نگران باشیم، ما احساسات داریم، اینا طبیعی است. ولی ما باید اونقدر پر از روح القدس باشیم، پر از قوت باشیم که پیغام داشته باشیم برای کلام تسلی براشون داشته باشیم، کلام قوت داشته باشیم. پس این دروسی که در این 2 روز خواهیم داشت 6 جلسه است کلا. هدف ما این هست که تجهیز بشیم، آماده بشیم، شاهد بشیم، قوت بشیم برای اینکه در این روزهای خاص مردم کشور ما به ما احتیاج دارن. ایران ما اونقدر بزرگه که با خدمت 100 تا 200 تا 500 تا 1000 تا خادم وضو جمع نمیشه. هر کدوم از شما شاهدان مسیح هستید. مسیح چی میگه به شاگردان؟ چون روح القدس بر شما آید، قوت خواهید یافت و شاهدان من خواهید بود. هر کدوم از شما میتونید شاهد مسیح باشید. فقط قرار نیست که خرطوم بعد نادر شاهد مسیح باشن. اونها به طور خاص خداوند اونها رو بخشیده به کلیسا در نقش رهبری، ولی تک تک شما بعد از روح القدس پر بشید که شاهد باشید. شما اینجا هستید برای اینکه روح القدس با شما کار داره و تا این 2 روز از روح القدس اون قوت رو نگرفتید، اینجا رها نکنید. حالا دقیقاً این 2 روز هم نشد، ممکنه هفته آینده از این مطالبی که اینجا میشنوید یک دفعه یک شب روح القدس شما از خواب بیدار کنه، پیغام شما پر کنه شما رو. نمیدونم. هدف من، انتظار من حتی این است که در این 2 روز یک اتفاق در کلیسای خداوند بیفته. پس قرار این آتیشی رو که روح القدس میخواد به ما بده و با خودمون برداریم ببریم به کلیسا و شهرهای خدا. پس همین الان میخوام یه دعایی بکنم، با دعا شروع بکنیم. شاید خیلی فکرها دارید، خیلی اضطراب‌ها، نگرانی‌ها، مشکلات، بیماری‌ها و همین‌ها ممکنه باعث بشه که نتونیم تمرکز کنیم روی کلام، روی حضور روح القدس. پس همین اول میخوایم این اضطراب‌ها رو بیاریم زیر پاهای مسیح. میخوام از روح القدس بخوایم که فکر ما رو آروم بکنه، قلب و احساسات ما رو آروم بکنه، که حواسمون به خود روح القدس باشه. میخوایم یه 2 روز تمرکزمون فقط بر کلام خدا باشه و بر حضور روح القدس باشه. روح القدسی که میتونه حرف بزنه با ما، میتونه با تک تک شما صحبت کنه. من دارم با شما صحبت میکنم، میشنوید صدای منو دیگه. به همین وضوح میتونه روح القدس با شما صحبت کنه، به همین روشنی میتونه با شما صحبت کنه. شک نکنید. اگه نکنه علامت سواله. چرا؟ چون اینجاست دیگه، قراره اینجا با ما کار کنه. حالا دقیقاً این 2 روز هم حرف نزنه، هفته آینده 10 روز بعد، ولی ما میخوایم این فضا رو برای روح القدس به وجود بیاریم، برای اینکه روح القدس با ما حرف بزنه، ما رو پر بکنه، ما رو قوی بکنه. یعنی چی ما رو پر بکنه؟ یعنی یه ذره شاد شیم، یه ذره آروم شیم، یه ذره احساساتی شیم، یه ذره گرم شیم بریم؟ نه، اینا تجلیاتش هست، تجلیات روح القدس، ولی قراره روح القدس ما رو تبدیل کنه. کار روح القدس تبدیله، نو کردنه، ما رو نو میکنه، تبدیل میکنه، ما رو قوت میبخشه. ما منتظر این اتفاقات هستیم. پس آماده سورپرایزهای روح القدس باشید. پس با هم دیگه دعا بکنیم. در ابتدا روح القدس عزیز، به تو خوش آمد میگیم. حاکمیت و تسلط کامل تو رو بر این جمع اعلام میکنیم. روح القدس فکرای ما رو تحت حاکمیت خودت بگیر، احساسات ما تحت حاکمیت تو باشد و در این 2 روز روح القدس عزیز عطا کن که ما تمام تمرکزمون بر حضور تو باشه. پدر آسمانی، برای روح القدس رو شکر می‌کنیم، این هدیه عظیمی که به واسطه کار عیسی مسیح روی صلیب نصیب ما شده است. با مرگ و قیام از مردگان و اینکه ما فرزندان هستیم، به فراوانی این هدیه رو، این عطا رو به ما بخشیدی. و دعا می‌کنیم در این 2 روز ما بیشتر روح القدس رو بشناسیم. پدر جان، فیض عطا کن که عملکرد او رو بشناسیم و مخصوصاً پر بشیم از این هدیه بزرگ آسمانی. تمام این جلسات رو به دستای تو می‌سپاریم. آنچه که من می‌خوام بگم، سخنان زبانم، تفکر دلم منظور نظر تو باشد. قلب عزیزان رو باز کن، فکر عزیزان رو باز کن. بگذار من یک کلمه بگم و اونها 10 تا حقیقت براشون باز بشه. تو هستی معلم اصلی روح القدس، من نیستم. تو معلم اصلی هستی. تو مکشوف کننده کلام هستی. خودت این حقایق رو در دل عزیزان باز کن، مکشوف کن. اونقدر براشون آشکار بشه که اونها بیان به من شهادت بدن و من از اونها یاد بگیرم. در نام عیسی مسیح طلب این با شکرگزاری. آمین. شروع بحث من با
در واقع کار روح القدس در عهد عتیق است. خیلی خلاصه البته روح القدس فقط در عهد جدید نیست که داره عمل میکنه به عنوان یک از سه شخص تثلیث. خب ما در مسیحیت خدای تثلیث داریم، خدایی که یک خدای واحد هست ولی سه شخص رو در این خدای واحد میبینیم، پدر، پسر و روح القدس. شخص سوم تثلیث روح القدس در عهد عتیق هم حاضره به شکل‌های مختلف عمل میکنه و خیلی اتفاقا حضور پررنگی داره. این نیست که فقط یک دفعه در عهد جدید روح القدس اومد وسط اصلا هیچ کی ازش خبر نداشت. نه، خواهیم دید که در عهد عتیق هم روح القدس حضور داشت، بعد عمل میکرد. منتها در عهد جدید بیشتر ما روح القدس رو میشناسیم. میدونید کتاب مقدس مکاشفه پیشرونده خداست. مکاشفه پیشرونده یعنی خدا وقتی خودش رو به انسان آشکار میکنه مرتب داره از خودش شناخت بیشتری به انسان میده. در هر مرحله خودش رو بیشتر آشکار میکنه. در پیدایش داره با ابراهیم صحبت میکنه، اسحاق، یعقوب، بعد با قوم اسرائیل، موسی و بعد همینجور جلوتر اشعیا میاد، ارمیا میاد، بعد یک دفعه عیسی مسیح میاد. ولی باز یک دفعه هم نمیاد عیسی مسیح. پشت سر عیسی مسیح کل عهد عتیق است که خدا در مورد خودش اونجا کلی به ما اطلاعات داده، کلی بک‌گراند زمینه داده که من چنین خدایی هستم. ولی حالا نقطه اوج مکاشفه خدا به انسان عیسی مسیحه. نقطه اوج مکاشفه خدا به انسان عیسی مسیح که این خدایی که از طریق این انبیا مرتب با انسان حرف میزد، با اعمال بزرگش در تاریخ قوم اسرائیل با انسان حرف میزد، الان در قالب یک انسان به دنیای ما میاد، انسان میشه، کلمه جسم میشه. پس این میشه مکاشفه پیشرونده. یعنی خدایی داره از خودش بیشتر چی میده؟ مکاشفه میده. مکاشفه پیشرونده یعنی خدا در طول تاریخ مرتب داره خودش رو به انسان آشکار میکنه. نقطه اوج مکاشفه به انسان کیه؟ عیسی مسیح. اصلا خود خداست، تجسم خداست، کلام مجسم خداست. حالا عیسی مسیح وقتی که میاد و میگه هر کس مرا دیده است پدر رو دیده است و داره میگه که من و پدر یکی هستیم، همین رو میگه. ولی عیسی مسیح وقتی میخواد به آسمان بره، شاگردان رو ترک کنه به آسمان بره، در شب آخر به شاگردان چی میگه؟ میگه خب هر چی لازم بود شما بدونید من به شما گفتم، هر چی هم که لازم بود بدونید تعلیم دادم، دیگه تمام شد رفت. اینو میگه بهشون؟ نه، میگه من میرم یکی دیگه جای من میاد. اسمش چیه؟ روح القدس. خیلی چیزا دیگه دارم به شما بگم ولی الان نمیفهمید. اون میاد چیکار میکنه؟ اون چیزایی که من میخواستم به شما بگم الان نمیفهمید بر شما آشکار خواهد کرد. یعنی این مکاشفه ادامه داره. خب این مکاشفه خدا یه سریاله، شروع شده همینجوری میاد جلو، در عیسی مسیح به اوج میرسه ولی باز ادامه داره. روح القدس میگه که مسیح میگه که حالا من روح القدس رو میفرستم، اون میاد و به شما خیلی حقایق دیگر هم تعلیم میده. اون چیزی که من به شما گفتم معنیشو به شما آشکار میکنه. خیلی چیزا به شما گفتم ولی معنیشو نمیفهمید. مثلا معنی صلیب و شاگردان نمیفهمیدن. معنی صلیب نمیفهمیدن. میگم من قراره پسر انسان مصلوب بشه. یعنی چی؟ چرا باید مصلوب بشه؟ وقتی که مسیح از مردگان قیام کرد و روح القدس رو بخشید، اینا تازه فهمیدن معنی صلیب. یا اینا باید خدمت می‌کردن. مسیح گفت خودتون نمیتونید خدمت کنید. تا روح القدس نیاد نمیتونید قوت بیابید خدمت کنید. یعنی روح القدس هم به شما مکاشفه میده، هم ذهنتون رو روشن میکنه، هم به شما قوت میده و اون قدرتی که من داشتم و باش خدمت می‌کردم هم قوت رو به شما خواهد بخشید که در پنتیکاست این اتفاق. پس این مکاشفه پیشرونده ادامه داره. پولس رسول وقتی رسالاتش رو می‌نویسه، پتروس وقتی که رساله می‌نویسه، شاگردان دیگه دارن رسالات رو می‌نویسن. اون موقع عیسی مسیح روی زمین بود که بهشون بگه که پتروس در رومیان باب 1 توضیح بده که رومیان باب 3 4 توضیح بده فرق شریعت و فیض چی. شریعت برای چی بود؟ فیض برای چی بود؟ عیسی مسیح اونجا بود که مثلا بشینه دیکته کنه به پولس یا نه؟ نبود دیگه. پولس چه جوری پس این حقایق رو میگه؟ از خودش در میاره. خب اگه از خودش در میاره به درد ما نمیخوره. فکرای انسانی خودشه. ولی چه جوری پولس این حقایق رو مینویسه و ما میخونیم و خدا رو بهتر میشناسیم؟ چون روح القدس در پولس کار میکرد. روح القدس این حقایق رو بر او آشکار میکرد. بر پتروس آشکار میکرد. روح القدس بود که انجیل نگاران وقتی که اناجیل رو نوشتن، خب متی شاگرد مسیح بود، با مسیح زندگی کرده بود، دیده بود خیلی چیزا رو. ولی وقتی که داشت انجیل رو مینوشت، چی باعث میشد که طوری انجیل رو بنویسه که ما بعد از 2000 سال انجیل رو بخونیم اینقدر برکت بگیریم؟ چی باعث میشد؟ روح القدس بود که داشت بهش میگفت چه جوری انجیل تو بنویس. روح القدس معلمی بود که به متی داشت الهام میبخشید. که در اندازه میگه تمام کتب مقدس از الهام خداست، از الهام روح القدسه. روح القدس بود که به اونها الهام بخشید که اینا رو بنویسن. پس روح القدس کارش رو در کلیسا ادامه داد. به رسولان الهام بخشید رسالات رو بنویسن، به یوحنا الهام بخشید مکاشفه رو بنویسن. و امروز هم وقتی که ما کتاب مقدس رو میخونیم، اگه بخوایم کلام خدا رو بفهمیم نیاز داریم که چه کسی کلام رو برای ما باز کنه؟ روح القدس. تا روح القدس باز نکنه شما هیچی نخواهید فهمید. من توضیح میدم چقدر نقش روح القدس مهمه در درک کلام. خودش این کلام رو الهام بخشیده که نوشتن شاگردان، خودش هم بعد این کلام رو برای ما توضیح بده، تعلیم بده. مسیح گفت که او گفتای من رو به یاد شما خواهد آورد. خیلی چیزا هست که الان نمیفهمید، وقتی روح القدس اومد متوجه خواهید شد. چون نقش روح القدس چیه؟ معلمه، به ما تعلیم میده. همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم، اگه روح القدس در دل شما کار کنه این مطالب رو میفهمید، خیلی بیشتر از منم میفهمید، بهتر میفهمید. زنده یاد در روی آمارسیان شبان کیسه نارمک یه حرف قشنگی داشت. میگه من دعا میکنم قبل از جلسه که روح القدس تو در دل عزیزان صحبت کن. روح القدس من پیغام میده، کلام رو میگم. میگم روزایی که حضور روح القدس خیلی قویه تو کلیسا، من یه چیزی موعظه میکنم اونا 10 تا چیز میفهمن، خیلی بیشتر از اون که مد نظر من متوجه میشن. یه روزایی به اندازه کافی دعا نمیکنم، روح القدس کار نمیکنه، میکشم خودمو، هیچ کی نمیفهمه. چرا؟ چون روح القدسه که تو دل ما
کار میکنه، تو فکر ما کار میکنه، دل ما رو باز میکنه، حقایق روحانی رو آشکار میکنه. یا کلام شما میخونید، یه زمانی همینجوری میخونید میرید یه چیزی یادتون میمونه. یه زمانی از روح القدس یه دفعه یه قسمت رو براشون باز میکنه، مکاشفه میکنه. نقش روح القدس پس نقش مکاشفه‌ای هم هست و خیلی کارکردهای دیگه داره. حالا کارکرداشو تو این درس در این 2 روز ما سعی میکنیم توضیح بدیم. در نجات ما، در دعای ما، روح القدس اگه در شما کار نکنه نمیتونید درست دعا کنید. پرستش ما، روح القدسه که به شما کمک میکنه درست پرستش کنید. خواهیم دید مسیح میگه که خدا روح از هر کی بخواد رو بپرستد بعد به روح راستی بپرستد. یعنی چی به روح راستی؟ یعنی توسط روح القدس. خدمت عزیزان، شما از روح القدس پر نباشید نمیتونید خدمت کنید. یه کاری میکنید اسمش خدمته ولی خدمت نیست. تا پر از روح القدس نباشید، اون خدمتی که خدمت عهد جدیدیه ها، اون خدمتی که مردم برکت میگیرن، مردم شفا میگیرن، زندگی عوض میشه، اون خدمت رو نمیتونید داشته باشید تا روح القدس شما رو پر نکنه. اسم این مسه. مثلا روح القدس میاد شما رو پر میکنه، بر شما قرار میگیره و تا مس روح القدس نباشه شما نمیتونید خدمت کنید. کسی که پر از روح القدس نیست خدمتش تاثیرگذار نمیتونه باشه. ممکنه خیلی زحمت بکشه ولی اون تاثیر که باید داشته باشه نخواهد داشت. پس در خدمت، در پرستش، در دعا، در همه اینها تا روح القدس نباشه، در مکاشفه کلام، در درک کلام، تا روح القدس نباشه شما حقایق روحانی رو درک نمی‌کنید. تو همه اینها روح القدس نش داره. برای همین عیسی مسیح خیلی اصرار داشت قبل از رفتنش به آسمان شاگردان روح القدس رو دریافت بکنن. خیلی اصرار داشت. اولین جملاتی که مسیح بعد از رستاخیزش از مردگان به شاگردان میگه یادتون چی بود؟ اولین جملاتش از مردگان قیام کرده، شاگردان جمع شدن. انجیل یوحنا باب 20. اولی شالوم، سلام دیگه، همون سلام شالوم بر شما باد. چون اینا ترسیده بودن. چرا؟ همشون در رفته بودن، فرار کرده بودن، مسیح رو تنها گذاشته بودن و ترس داشتن. حالا مسیح یه دفعه یک کس از مردگان قیام کرده، وحشت زدن. شالوم یعنی آروم باشید، آرامش خدا بر شما. نیومدن بزنمتون. ما بودیم از مردگان قیام کردیم، ای نامردا، ای بی معرفتا، پدرتون رو در میارم، منو ول کردی رفتین، همتون لایق جهنم. نه، شالوم، سلامتی بابا، اومدم برکتتون بدم. شالوم سلامتی بر شما باد. دومی جمله چیه؟ اولیش که بعد میگفت چون اگه نمیگفت غالب توی میکردن از ترس. این جمله بعدیش میخوام خود انجیل یوحنا رو اگه نگاه بکنید اونجا این آیه رو میتونید ببینید. انجیل یوحنا ملاقات مسیح با شاگردان است. فرمود روح القدس رو بیابید. سریع روح القدس رو بیابید. یعنی اولا مأموریت بهشون میده، یک مأموریت، و روح القدس رو بیابید. سریع روح القدس رو بیابید. مأموریت بهشون میده، همونطور که پدر منو فرستاد من شما رو میفرستم. یعنی قراره برینا، مأموریت دارینا. ولی بلافاصله چی میگه؟ روح القدس رو بیابید. تا نگیرید نمیتونید برید. تا نگیرید کاری نمیتونید بکنید. و بعد بلافاصله شما اعمال رسولان باب 1 رو دارید. لوقا باب آخر رو دارید. چی میگه بهشون؟ آقا از اورشلیم جدا نشید. بمونید، اونقدر بمونید تا از روح القدس پرسید. روح القدس بر شما خواهد آمد، قوت خواهید یافت و شاگرد من خواهید. یعنی مسیح تمام هم و غمش اینا روح القدس رو بگیرن. چون انگار روح القدس رو گرفتن یعنی اون کاری که او شروع کرده میتونه در اونها ادامه پیدا کنه. اگه روح القدس رو نگیرن نمیتونه ادامه پیدا کنه. به عبارت دیگر روح القدس جایگزین مسیح بود. شاگردا خیلی دلشون گرفت. مسیح گفت که من قراره برم، ولی شما رو یتیم نمیگذارم، روح القدس رو میفرستم. بهتره برای شما من برم. یعنی چی بهتر برم؟ یعنی آیا یه چیز بهتری قرار بود مسیح بفرسته که وقتی که می‌خواست بره میگفت که بهتر اتفاقا برم من؟ مگه عیسی مسیح از تو بهتر چیز دیگه هم هست؟ روح القدس. در واقع من اومدم که با مرگ خودم روی صلیب گناهان شما کفاره بشه، دل شما پاک شه، شما تبدیل به فضایی بشید که روح القدس بیاد در اون ساکن بشه. پس بهتره من برم. و تاکید داره از اورشلیم جدا نشید. بمونید، اونقدر بمونید تا روح القدس پرشید که شاگردان خوشبختانه این بار اطاعت میکنن از مسیح. میمونن اونقدر تا از روح القدس پر میشن، پنتیکاست اتفاق میفته و کلیسا تبدیل میشه به کلیسا. ببینید خدای کتاب مقدس، خدای پدر، ما میگیم پدر، پسر، روح القدس. پدر در کتاب مقدس خدای فراباشنده است، خدای متعالی است. انگلیسی میگیم ترانسندنت. یعنی چی؟ خدایی که بی نهایت از ما بالاتره، بی نهایت پرجلاله، بی نهایت مقدسه، بی نهایت عادله. به میگیم خدای متعالی. یعنی اگه ما بخوایم با خدا روبرو بشیم چه اتفاقی میفته؟ پوت میشیم، از بین میریم. خدا چی میگه به موسی میگه میتونم صورت تو رو ببینم، جلال تو رو ببینم. خدا چی میگه؟ اگه کسی صورت منو ببینه از بین میره. چرا؟ چون بی نهایت این خدا پرجلاله. حالا این خدای بی نهایت پرجلال میخواد به ما نزدیک بشه، خودش رو به ما بشناسه، قدرتش رو به ما آشکار کنه. برای اینکه این کارو بکنه چیکار میکنه؟ پسرش رو میفرسته. یکی از لقبای عیسی چیه؟ امانوئل، یعنی خدا با ما. مسیح کی بود؟ خدا با ما. او با ما بود، با انسان‌ها زندگی می‌کرد. یوحنا میگه او رو لمس کردیم، باهاش حرف زدیم. عیسی مسیح یعنی خدای مجسم، خدایی که اومد بین انسان‌ها ساکن شد، باهاشون زندگی کرد، با اونها بود. خب روح القدس هم به همین شکل، حالا این خدای فراباشنده عیسی رو فرستاد، همین خدای فراباشنده حالا روح خودش رو میفرسته که بیا در ما ساکن بشه. حالا عیسی میگه من با شما بودم، حالا قرار میگه چه اتفاقی بیفته. همون خدای پدری که در عیسی شد خدا با ما، حالا میخواد بشه خدا در ما. به عبارت دیگه روح القدس یعنی خدا در ما. حالا عیسی میگه که این خیلی عالی بود، ولی در مکاشفه پیشرونده خدا اون مرحله آخر همین انجام شد. ببین چه اتفاقی بیفته. این خدایی که با شما بود حالا چی بشه؟ در شما قرار بگیره. میتونید اینو بلند با من بگید؟ روح القدس یعنی کی؟ خدا در ما. ما در مورد این خدا داریم حرف میزنیم. خدایی که میاد در ما ساکن میشه. خدا به عنوان خدای پدر بی‌نهایت از ما بالاتره. ولی این خدا انقدر فروتنه، میاد در عیسی مسیح جسم میپوشه،
نجار میشه، میاد با ما زندگی میکنه و ما میشناسیمش. حالا این خدا میگه پرده بعدی نمایش چیه؟ من به آسمان میرم، ولی اتفاقی که میفته چیه؟ حالا قرار روح خدا بیاد در شما ساکن. روح خدا بیاد در شما. بعد سوال ببخشید دوست میخوام بفهمید. دمید واقعا. میدونید این اشاره به چی هست؟ در کتاب پیدایش وقتی خدا آدم رو خلق میکنه، میگه از خاک انسان رو بسرشت، میگه در کالبد او دمید و انسان نفس زنده شد. اونجا یک دمیدنی انجام میشه، یعنی خدا دم خدا وقتی انجام میشه انسان تبدیل میشه موجود زنده. اینجا در واقع یادآور پیدایش باب 2، منتها خلقت تازه است. اون انسان اول به وجود اومد، منتها سقوط کرد، مرگ، لعنت، گناه اومد تو زندگیش. ما در انجیل یوحنا بعد از رستاخیز مسیح شاهد یک خلقت تازه. اینا دوباره دارن آفریده میشن. این آفرینشی که فقط روح القدس این باشه. اونجا نفس زنده شد آدم. یعنی خدا به انسان چی میده؟ حیات میده فقط. حالا این انسانی که حیات رو داشت به خاطر گناه و نافرمانی مرگ اومد سراغش. گناه برش حاکم شد. حالا خدا دوباره داره به این انسانی که حیات رو داره ولی از روحانی مرده است. حیات رو داره ولی گناه و لعنت و مرگ برش حاکم است. با بخشیدن روح القدس بهش داره خلقت تازه بهش میده. در واقع این باب 20 یوحنا موازی پیدایش باب 2، ما رو به یاد اون میندازه. اونجا خدا در انسان آدمی که از خاک زمین بسرشته میدمه، اون میشه آدم زنده. حالا در اینجا داره به شاگردان میدمه. این آیه فقط الوهیت مسیح نشون میده. یکی از آیاتی که الوهیت مسیح نشون میده. او آفرینش داره. او داره انسان رو میآفرینه. این آفرینش انسان جدیده. در انسان دمید داره. عیناً همون کلمه‌ای که توی پیدایش به کار میبره در عبری، اینجا در واقع همون دمیدن. مثلا یه چیزی اینجا توضیح بدم بعد نیست. در زبان عبری کلمه روح رواخه. کلمه رواخ بهش میگن، ماده روح. کلمه باد و روح یک معنی دارن. یعنی کلمه وقتی میگید عبری رواخ هم به معنی باده، هم به معنای روحه. در زبان یونانی هم همینه. در زبان یونانی کلمه نیوما رو داریم. نیوما هم به معنای باده، هم به معنای روحه. بعد میگه که باد هر جا که بخواد میوزد. باز میگه نیوما هر جا بخواد بوزد. اون باد هر جا بخواد میوزد منظورش چیه؟ روح القدس باز. مثل باد که هر جا میخواد بوزد، روح القدس هم هر جا میخواد میوزه. اینجا کلمه دمیدن یعنی از نظر زبانی یعنی هم دمه هم روحه. هر دو تاشون با، چون در زبان عبری و یونانی روح و باد یک کلمه است. و تو فارسی البته جداست، ولی خود این آیه یعنی خلقت تازه. ما رو کاملا میبره به فضای پیدایش باب 2. یادتونه قسمت نه؟ خدا در انسان دمید، انسان نفس زنده شد. اینجا هم خدا چیکار میکنه؟ میدم. بفهمید خانم. 100%. میدید اونجا مسیح چی میگه؟ با در جا که بخواد میوزد، خدای قادر مطلقه. نه؟ روح القدس هم خداست دیگه، یک از شخص تأسیسه. او هر جا که بخواد میره. وقتی که اینجا اومد، ما اراده آزاد داریم بهش بگیم نه روح القدس من نمیخوام پر بشم. میتونیم بگیم من میخوام پر بشم، پر بشه. اونجا اراده آزاد ما نش داره. ولی این خودشه که میره، کاراشو انجام میده، هر جا بخواد میره. ولی این که حالا ما با اومدن او چیکار میکنیم؟ همونی که شما میگید، ما اراده آزاد داریم. من معتقدم ما اراده آزاد داریم. ما به خدا میتونیم نبگم، نبگیم. نه من اتفاقا آرمینیوسیم، کالوینیست نیستم. من برگزیدگی از پیش برگزیدگی کالوینی رو قبول ندارم. خیلی احترام میذارم به اون نظر. روح القدس میاد، ما میتونیم بگیم نه نمیخوام پر بشم، پر نمیشه. من اتفاقا اینو میگم. ما میتونیم به روح القدس نبگیم. حالا خواهیم رسید در آیه‌ای که افسوسیان میگه روح القدس خدا رو که در روز رستگاریتان مر شدید محزون مسازید. ما میتونیم محزون کنیم روح القدس. یعنی میاد ولی محزونش میکنه. در ما هست. محزونش. یا میتونیم در مقابل روح القدس مقاومت کنیم. میگه روح را اطفا نکنید. او هست، او خداست، ولی من میتونم اطفاش کنم، من میتونم محزونش بکنم. برای همین ما اراده آزاد داریم. من با تو موافقم اتفاقا. یعنی روح القدس میاد میخواد همه رو نجات بده. من اینو باور دارم. کلام خدا میگه خدا میخواد همه نجات بیان. خود روح القدس خود همه در این اتاق نجات پیدا کنن که شما نجات یافته کنن. ولی ما میتونیم یه جوری رفتار کنیم که الان کار دارم نمیخوام. برادر دیگه سوال داشتن بفهم. در بدن ما میاد ساکن میشه. الان که هیچ جایی نه، الان در روح که در بدن محدود نیست، بی نهایته. ولی میتونه بیاد در بدن شما و من ساکن شه. ما میشیم معبد روح القدس. در عدتی یادتونه معبد داشتیم دیگه. یعنی حضور خدا در معبد خدا چی میشد؟ آشکار میشد. اینا اول یه خیمه بود. موسی در بیابانی خیمه درست کرده بود. حضور خدا در اون خیمه دیده میشد. حتی خدا همه جا هست، محدود نمیشه به جایی. ولی تصمیم میگیره در یک جایی حضور خودش رو بیشتر آشکار کنه. به طور خاص بگه من اینجا. در زمان موسی یک خیمه بود. در زمان سلیمان یک معبد بود. تو عهد جدید این معبد الان کجاست؟ ما که اینجا نشستیم الان. شما کلیسای آلمانیا، کلیسای انگلیسیا، کلیسای چینیا، هر جای دنیا که ایماندار هستن اونجا معبد روح القدس، معبد خداست. یعنی خدا دیگه تو ساختمون ساکن نمیشه، اومده در من و شما. حالا حضور خدا در کلیساش الان چه جوری اتفاق میفته؟ الان عیسی دیگه در جسم نیست. ما از عیسی سوال داریم، عیسی الان اینو چیکار کنیم؟ خب اینجا نیست عیسی. الان عیسی بر دست راست پدر نشسته. ولی عیسی چه جوری دوباره با ما حرف میزنه، ما رو هدایت میکنه؟ روح القدس رو میشپسه، کلام به ما داده. کلام که خود روح القدس الهام کرده نوشته شده. خود روح القدس بعد این کلامو برای ما باز کنه. تا روح القدس این کلامو باز نکنه ما هیچ نمیفهمیم. اول قرنتیان باب 12 پولس رسول میگه هیچ کس جز به روح خدا عیسی رو خداوند نمیتواند گفت. یعنی چی؟ یعنی تا روح القدس بر شما آشکار نکنه نمیتونید به عیسی بگید خداوند. فقط مردم میان جلو میخوان توبه کنن. واقعا ما یه جور توبه های یه ذره همچین اجباری هم داریم. بگو عیسی مسیح خداونده، عیسی مسیح خدا نجات یافتی برو. نه نجات یعنی فهمیده یه خبری هست، ولی این که عیسی خداونده چه جوری میفهمه؟ پولس میگه تا روح القدس خداوندی مسیح رو باز نکنه نمیفهمه عیسی خدا. من ایماندار دیدم گفتن عیسی خداونده،
دوباره 2 هفته دیگه میره تو حسینی یه کاری میکنه، میره یه جا دیگه مشروب میخوره، میره خراب میکنه. فهمیدی؟ میگه آره دیگه خداونده دیگه. یعنی چی؟ نفهمیده. اگه فهمیده بود که اینجوری نبود زندگیش. پولس میگه کسی جز به روح خدا عیسی رو خداوند میتواند گفت. جز به روح خدا شما نمیتونید بفهمید گناهکارید. گاهی اوقات آدما یه احساس گناه میکنن، میخوان توبه کنن. اون توبه واقعی زمانی است که روح القدس شما رو در مورد گناهتون ملزم کنه. عمیقا یوحنا 16 روح القدس میاد دنیا رو در مورد گناه ملزم خواهد کرد. تا روح القدس کسی رو ملزم نکنه توبه عمیق نمیکنه. میدونید خیلی از توبه همچین الکی و سطحی دوباره مردم میرن تو گناه. به خاطر چیه؟ چون توبه نیست که عمیقاً به خاطر کار روح القدس باشه. اعترافش به خداوندی مسیح عمیقاً به خاطر نیست که روح القدس نشون داده عیسی خداوند. ما گاهی میگیم دعای توبه رو خون برادر ایمان آورد. من زیاد این کلمه دوست ندارم. دعای توبه رو خون یعنی چی؟ واقعا ممکنه فرض 6 ماه طول بکشه، هیچ اشکالی نداره. بذار 6 ماه بزنه در و دیوار ولی درست ایمان بیاره. واقعا در مورد گناهانش بفهمه گناهکاره. واقعا بفهمه عیسی مسیح خداونده. وقتی که فهمید اون موقع دیگه میمونه هیچ وقت از کلیسا نمیره. با لگد هم بخواد بندازید بیرون از کلیسا نمیره. خداوند مسیح کجا بره؟ خداوند نزدیک که بروید. ولی زمانی هست که بیا دعای توبه رو بخون. یعنی چی دعای توبه رو بخون؟ یعنی یه کلماتی رو بگون که خودت هم نمیفهمی چیه. زمانی این کلماتو بذارید آدمو بگن که بفهمن چی داره میگه. بفهمن عیسی خداونده و گناهکارن. این همش کاری کیه؟ روح القدس. پس چقدر مهمه ما روح القدس رو بشناسیم. چقدر مهمه به روح القدس در زندگیمون فضا بدیم و در خدمتمون فضا بدیم. یه چیزی جمله‌ای داره بیلی گرام خیلی جالبه. ایشون میگه که وقتی شما کتاب اعمال رسولان رو میخونید و کلیسای اولیه رو بررسی میکنید 90% کارهایی که کلیسای اولیه میکرد نمیتونست انجام بشه اگر روح القدس عمل نمیکرد. روح القدس هدایت میکرد، روح القدس معجزه میکرد، روح القدس نبوت میداد. 90% کلیسای اولیه کاراش نمیتونست انجام بشه تا روح القدس عمل نکنه. وقتی به کلیسای امروز نگاه میکنیم 90% کارا طوری انجام میشه که روح القدس نباشه اشکال نداره. فهمیدید چی شد؟ اون زمان 90% کارهای کلیسا 10% کاری بود که خودشون میتونستن بکنن اگه روح القدس نباشه. ولی میگه کلیسای الان ما طوری برنامه‌ریزی میکنیم کارامونو 90% کارامونو طوری برنامه‌ریزی کردیم که روح القدس نباشه خودمون میکنیم. متاسفانه. برای همین نیاز داریم برگردیم به اینکه ببینیم روح القدس کیه. بهش فضا بدیم. همونطور میگم در مورد خودم از اون سالی که این اتفاقات تو زندگی من افتاد و من روح القدس شد شخص خیلی واقعی‌تر. نه که قبلش نبود، ایماندار بودم ولی بیداری بود برای من. که عطای روح القدس برای من شد تجربه واقعی. نبوت کردن رو تجربه کردم. الان نبوت نمی‌کنم. خیلی کم. چون عطای من اینه ولی فهمیدم نبوت چیه، اخراج ارواح چیه، خیلی چیزا متوجه شدم چون می‌دیدیم همون پیغامی که روح القدس جلسه اول داد نشون داد. نه فقط من دیدم، شاگردان دانشجویان الهیات هم دیدن. دانشجویان الهیاتی شدن که فقط این چیزایی رو که ما درس می‌دادیم نمی‌خوندن، اونا رو پرکتیس می‌کردن، عمل می‌کردن بهش. و بعد همشون وارد خدمات جور با جور شدن. در خدماتشون عطایا رو به کار می‌بردن. بریم یه نگاه سریع به عهد عتیق بندازیم. در عهد عتیق خدا به شکل‌های مختلف روحش عمل می‌کنه. یهودی‌ها میگفتن روح یهوه و هر جا که روح خدا میومد اونجا نبوت میشد. هر جا روح خدا میومد اونجا قوت خدا آشکار میشد و حضور روح خدا مساوی با حضور یهوه. جدا نمی‌کردن. روح یهوه یعنی خود یهوه. هر جا که روح یهوه میومد مردمشون کردن نبوت کردن. که حالا این روح یهوه روح یهوه در عهد جدید میشه روح القدس. نیوما هاگیون میشه. اسم یونانیش نومیا هاگیون یعنی روح القدس ولی در عهد عتیق روح یهوه است. روح یهوه که همون روح القدس عهد جدیده. ولی عملکردهای مختلفی داره. یکی از عملکرداش نبوت بود. عزیزان الان میتونم بخونم اعداد 11 25 و 26. خب اینجا چه اتفاقی میفته؟ میدونید کجاست اینجا؟ موسی خیلی خسته است، هی داره مردمو رهبری میکنه، قضاوت میکنه و بهش یه اندرزی میدن، میگن ببین نمیتونی از پا در میای 2 میلیون آدم بخوای اینجوری خدمت کنی. مشایخو جمع کن و خدا میگه من روحمو بر اینا میریزم، اینا هم همون روحی که بر تو هست بر اونها قرار میگیره، اونا مثل تو پر از حکمت میشن، پر از روح خدا میشن، شروع میکنن قوم رهبری کردن. وقتی روح خدا پس بر اینا میاد، اینا این ویژگی‌ها رو قرار پیدا کنن که مثل موسی قوم رو رهبری کنن. ولی اول اتفاقی که میفته بعضی که روح خدا بر اینا میاد چیه؟ اینکه نبوت کردن. اون نشانه اولیه است از اینکه اینا وارد یک فضای جدیدی دارن میشن رهبران. ولی میگه روح خدا بر اینا اومد، اینا شروع کردن نبوت کردن. بعد 2 نفر اونجا بودن، 2 تا آقا به اسم الداد و میداد، آره اثر بیکاری فضولی اونجا داشتن رد میشدن، جزء رهبران نبودن. چون حضور روح خدا اونجا هست، بر اونها قرار میگیره، شروع کردن نبوت کردن. حالا ادامهش رو بخونید خیلی بامزه. یوشع نزدیک میشه به موسی میگه ببین این 2 نفر قاچاقی اینجا بودن، بگو نبوت نکنن. موسی چقدر جواب قشنگی میده یادتونه؟ میگه کاش روح خدا بر تمام قوم میومد همه نبوت میکردن، نه فقط این 70 80 نفر. پس اومدن روح خدا باعث چی میشه؟ نبوت. پس این در عهد عتیق اومدن روح خدا باعث نبوت میشه. داوران باب 14 آیه 19 چی میگه؟ شمشون هر وقت روح خدا برش میومد یک دفعه قوی میشد، میرفت شروع کرد با دشمن قوم خدا جنگیدن. مسیح خدا برش میاد. آمدن روح خدا در کتاب داوران در مورد جدعون هم اینو میگه. بعدا در مورد داوود و شاول هم اینو میگه. هر وقت روح خدا میومد اینا یک دفعه وارد یک کاری خدمتی میشدن. خودشون دیگه نبودن. یه قوت عجیب و غریبی برشون میومد. پس روح خدا باعث قوت گرفتن مردم یا مسیحشون شد برای خدمت. یا یه قسمت دیگه اول سموئیل 16 13 سموئیل خدا میفرستادش میگه برو پادشاه جدید رو مسح کن. سموئیل مسحش میکنه. روح خدا بر داوود وزیدن گرفت. روح خدا میاد شروع میکنه میوزه اینجور بر داوود که این شروع پادشاهی داووده. یعنی به عنوان خادم خدا مسح میشه که بعدا میشه پادشاه. یعنی آمدن روح خدا بر یک نفر در عهد عتیق یعنی او برای یک منصبی مسح میشه. حالا قرار پادشاه بشه داوود. پس آمدن روح خدا یعنی مسح شدن یک نفر برای خدمت که اینجا در اول سموئیل یعنی مسح شدن داوود برای
پادشاهی. حزقیال 11 1 تا 5. خب اینجا روح خدا بر حزقیال میاد، چه اتفاقی میفته؟ نبوت میکنه دیگه. یعنی آمدن روح خدا بر یک شخص معادل نبوته. دوباره میگه باب اول باب 5 آیه اول آیه 5 در همین باب 13 میگه روح خدا اومد منو برگیره و بهش کلام میده، میگه برو اینو بگو به اینا ببین اینا تدابیر فاسد میکنن. کلام نبوتی جاریه، ولی چطور کلام نبوتی جاری میشه؟ به واسطه حضور روح خدا. روح خدا که این کلام نبوتی رو میده. و بعد در آیه 5 میگه باز روح خدا به من گفت. این که میگه گفت خدا داره حرف میزنه، ولی چه جوری خدا باید حرف بزنه؟ تا روح خدا نمیاد خدا حرف نمیزنه. یعنی در عهد عتیق حضور روح یهوه معادل بود با نبوت، روح نبوت بود. اینو خیلی جا در کتاب حزقیال میخونیم، تو ارمیا میخونیم. پس روح نبوت، روح مس بر داوود میاد، داوود مس میشه. بر مشایخ اسرائیل میاد در اعداد، اینا مس میشن برای خدمت رهبری. یا یه دیگه هم بخونیم با این تمام کنیم، خروج 35 31. بله، پس یه آقای اونجا هست دارن خیمه رو میسازن، چون وقت نیست عزیزان نمیتونن همه آیاتو بخونن. کانتکست اینه که دارن خیمه رو درست میکنن. خدا میگه ببین این دو نفر رو من انتخاب کردم، روح من بر اینا میاد، به اینا حکمت میبخشه که بتونن خیمه رو اونطور که لازمه درست کنن. پس روح خدا میاد به اینا میگه حکمت، اونجا خرمو خوندن، حکمت و فهم میده بهش که بتونه خیمه رو درست کنه. پس روح القدس حکمت و فهم هم میبخشه. کتاب اشعیا در مورد خادم رشک کشیده چی میگه؟ میگه روح خداوند بر او خواهد بود، روح حکمت و کشف و معرفت. روح حکمت و کشف و معرفت. در عهد جدید یکی از ذات روح القدس چیه؟ عطای حکمت. عطای روح القدس حکمت میبخشه. پس در عهد عتیق همه این کارکردها رو روح القدس داشت. حالا وقت نیست ما اینو باز کنیم، ولی در عهد عتیق هم روح القدس کار میکرد. کارش چی بود؟ قوت میبخشید. وقتی که بر آدم میومد نبوت میکردن، وقتی بر آدم میومد مس میشدن مثل داوود که برن خدمتی رو انجام بدن مثل مشایخ اسرائیل. وقتی که بر آدم میومد پر از حکمت میشدن. پس حضور خدا بود. میگه وقتی روح خدا میاد، روح یهوه میاد در حزقیال، شروع میکنه باش حرف زدن. ببین اینه وقتی روح خدا جای بود یعنی اونجا مکاشفه خدا بود، خدا حرف میزد. پس در عهد عتیق ما روح القدس رو داریم. این آیات خیلی خلاصه داره به ما میگه که در تمام عهد عتیق روح خدا داشت کار میکرد. حالا در عهد جدیدی که خیلی خدمتش پررنگ‌تر میشه، ولی در عهد عتیق هر جا روح خداست اونجا نبوت هست، قوت هست، حکمت هست، مس شدن هست، خدمات مختلف هست. و در عهد جدید حالا خواهیم دید که این قضیه خیلی پررنگ‌تر میشه.